خوب، رحمانوف گپی خوبه گفت و اولین شده احسن به رحمانوف گفتن و احسن و هزارها احسن با آنچه که رحمانوف گفت. در این من انکار نمیکنم، چون مرد همیشه آنچه واقعیت میبیند باید واقعی بگوید که این سخن گفت سخن خوب است، ولی میترسن که کلمتون حقی یراد به الباطل یا اراد به الباطل نباشد، سخن حقی که با آن اراده باطل نداشته باشد. برای چی میگویم سخن حق؟ چون سخن حق بود ولی با گفتن این سخن اراده باطل نداشته باشد. خوب، وقتی که امام علی رحمانوف این سخنهای خوب و زیبای را برای رسانه ها گفتی، واقعا هم گفتم که این سخنان شایان تحسین است. مرد باید اعتراف کند که رحمانوف سخن خوب گفت و مرد باید اعتراف کند که رحمانوف این سخن گفت خیلی سخنی زیبا و باید با این سخن گفتش عمل بکند. و این را نیز فراموش نکنید که احسن به استاد محیدین کبیری بگید. در چند برنامه مکرره که انجام دادن در مورد واقعیت های افغانستان سخنان خوبه گفتن، توصیه های خوبه به امام علی رحمانوف کردن و مقامات او که عمل کردن با اونها سبب شهرت رحمانوف، سبب ملی شدن رحمانوف، سبب واقعا یعنی که اساسگذار یا که پیشوای ملت، نمیدونم پیشوای ملت چه خیلی است که بسیار فراموشش میکنم چون پیشواش نمیدونم من، ولی اگر خودش واقعا هم پیشوای ملت میداند پس باید گفتی استاد محیدین کبیری که اگر من یک مخالف نامرد میشیدم خاموش میستادم تا رحمانوف اشتباه کنه. وقتی اشتباهاش زیاد شد من میگم بیام نگاه کنیم من چیکار میکنم و من با پروژه های دارم در حال دل ملت ما پیدا میکنم و محبت خود ما در میان ملت جا میکنم. ولی ما چون دشمنیم با ملت ما نداریم، ولی چون کار ما تنها سیاست نیست، کار ما با آینده این ملت و این وطن ما هم نگران هستیم، ما هم از آینده این ملت و این وطن نگران هستیم و ما نمیخوایم که خون یک تاجیک ریخته شود. پس وقت رحمانوف در مورد این که تو اگر تاجیکان و اقلیت ها شامل حکومت نباشند، پس چرا رحمانوف یعنی که آن افرادی که در افغانستان هستند یعنی به مانند توصیه هایی که استاد محیدین کبیری برای شما داد، آیا جای استاد عطا دوبی است؟ امام علی رحمان امروز در شهر دوشنبه ضمن ملاقات با مخدوم شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت تاجیکستان حکومت را که با ظلم و تعقیب تشکیل یافته است هیچگاه اعتراف نمی کند. او تاکید کرد که تاجیکان در حکومت آینده افغانستان باید جایگاهی شایسته داشته باشند.